نری با ضربان 180 بعد با 170 برگردی. ما با هم دیگه وقتی می جنگیم شاید ضربانمون به 180 190 هم برسه دیگه. اون زمان که ضربانه میره بالا کشتیگیر باید کنترل کنه خودشو. اگه قراره تا ضربان من رفت بالا من اشتباه بکنم، هر وقت این فشار بهم بیاد من باید کشتی ببازم دیگه. ما باید تو اون ضربان کنترل داشته باشیم، باید تمرین کنیم. تایم‌های کوتاه که هی میرین و برمیگردین باید بلد باشین بدنتون رو برگردونید. یه دقیقه کار کردی، یه دقیقه استراحت کردی، تو این یه دقیقه استراحته نفس‌های عمیق، تمرکز خوب باید بدنتو برگردونی، ضربانتو بندازی. تو مسابقه 2 تا 3 دقیقه 30 ثانیه بینش به شما یه تایم میدن که بری مربی تو ببینی، یه گلوب آب بخوری. باید تو همون 30 ثانیه رفت و برگشت 2-3 تا ضربانتو بندازی. اگه با 180 190 میری با 160 150 برگردی. اینو باید یاد بگیری. این از کشتی گرفتن مهمتره.